سرخط خبرها. ادامه دور دوم مذاکرات میان افغانستان و پاکستان در ترکیه. دیدار سفیر امارت اسلامی افغانستان در انقره با عبدالرحمن قفاص، رئیس مرکز سرمایه گذاری ترکیه. بعد تاکید وزیر تحصیلات عالی بر ایجاد نظام تحصیلی بر پایه ارزش‌های اسلامی. به نام خداوند بزرگ، سلام بر شما، وقت شما بخیر. به خبرهای این ساعت از اداره تحقیقاتی و نشراتی اوروج خوش آمدید. امروز دوشنبه 5 اکرم 1404 هجری خورشیدی و اینک مشروع خبرها. در دور دوم مذاکرات افغانستان و پاکستان در شهر استانبول ترکیه روی بیشتر موارد توافق صورت گرفته و قرار است روی چند موضوع محدود دیگر نیز تا پایان امروز توافق حاصل شود. قرار است در پایان این مذاکرات یک اعلامیه مشترک درباره تمدید آتش بس، بازگشایی راهها، آزادی زندانیان، تعیین زمان و مکان نشست آینده و برخی موضوعات دیگر منتشر شود. احتمال می رود این مذاکرات تا ناوقت امشب ادامه یابد. خبر دیگر این که شیخ صنیع الله فرهمند، سفیر امارت اسلامی افغانستان در انقره با عبدالرحمن قفاص، رئیس مرکز سرمایه گذاری ترکیه یا ICT دیدار کرد. سفارت افغانستان در ترکیه میگوید در این دیدار دو طرف پیرامون فرصت‌های تجاری و سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف افغانستان گفتگو کردند. کنفرانس افغانستان عاری از مواد مخدر برای 3 روز در پهنتون ولایت هلمند آغاز شد. وزارت تحصیلات عالی میگوید این کنفرانس در روشنایی فرامین عالی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله و به منظور جلوگیری از یک پدیده جهانی تحت عنوان افغانستان عاری از مواد مخدر آغاز شد. و خبر آخر این که شیخ ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی، در نشستی در تالار پهنتون ولایت هلمند اشتراک و سخنرانی کرد. وزارت تحصیلات عالی میگوید شیخ ندا محمد ندیم گفت که امارت اسلامی افغانستان به تمام تعهدات خود پابند است و به وعده هایی که داده عملی کرده، به ویژه وعده هایی که در بخش علوم داده شده است. وزیر تحصیلات عالی افزوده که به زودی علاوه بر برنامه‌های موجود تحصیلات عالی، ماستری و دکترا، برنامه‌های جدید دیگری نیز در بخش‌های مختلف ایجاد خواهد شد که کشور را در بخش ارتقای علمی خودکفا می‌کند. شیخ ندا محمد ندیم گفت که این وزارت توانسته است با حمایت علمای افغانستان و استادان پوهنتون‌ها مواد درسی و سیستم آموزشی را مطابق با فرهنگ اسلامی و افغانی و خواسته‌های بازار بیشتر معیاری سازد. تشکر از توجهتان به خبرهای این ساعت از اداره تحقیقاتی و نشراتی اوروج. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.